این آرموری که میبینید زده رو دست آرمور اول بازی. این آرمور برزرکه که بعد از زدن پادشاه برزرک ها میتونید کل فول ست این آرمور رو داشته باشید. و اگه چلنج های موسپل های ما هنوز انجام ندادید، بهترین بیلد واسه چلنج های موسپل هایمه و بهتون پیشنهاد میکنم همش از این بیلد استفاده کنید بعد از گرفتنش. برو بریم سراغ این بیلد. سلام، من پرهام هستم و خوش اومدید به کانال هانتر گیمز. دوباره یه بیلد دیگه از بازی گاد آف وار رگناروک. بیلد برزرکه که بیلد خیلی قدرتمندیه و باید شاه برزرک ها بشید دیگه. شاهش رو کشتید، خودتون باید شاهش بشید. آرموراش که اینه، ببینید عین آرمور اول بازی میمونه که همه چی رو به اندازه داشت، برعکس اون آرمور قبلی، ویدیوی قبلی. این همه چی رو به اندازه داره، تازه بیشتر از آرمور اول بازی همه چیز رو به اندازه داره و اینم تیکه هاشه. حالا من خودم با این بخشایی که همیشه میگم اگه داشتید بذارید، یه کاری کردم که دمیج استرنجتون زیادتر بشه، رونیکتون هم بیشتر میشه. حالا این چیزهایی که باعثی شده اینه، واسه یه تبر لوای فنکس برای بلید آف کیاس اینه و برای دراپنیرم که این مثل همیشه. شیلدم که مهم نیست، اینم من گذاشتم همین بمونه چون همه چی به اندازه داره. و اسپارتان ریج هم که مهم نیستش. ریلیک هم که فرقی نداره. و از خصوصیات این آرمورم که براتون گفتم، دمیجش هم خودم خیلی زیاد کردم که بتونیم راحت تر باش پلی بدیم. الان بریم با بلیدا اینجا دوباره تو باس راش حسشو بگیریم. خود این آرمورا رو شما باید از باس به دست بیارید دیگه، معلوم خودتون مثل باس ها میشید. ای بابا، اولین بار اینقدر داری مقاومت میکنی ها. اولین بار نیست، دومین بار، ولی خب بازم میمیگه این همیشه. خیلی هم راحت. بیلد برزرک دفنسیو خوبی هم داره، اینم خوبه که دفنسیوش خوبه. قشنگ زده رو دست اون دوتا بیلد قبلی که بهتون یاد دادم. چه بیلدایی هم هیچ کدوم هم نه. باید دیگه چیزو بزنم. اینم با زدن یکی از برزرک ها میتونید اینو بگیرید. این لیلیکو، اینم که مرد و آخریش. این آخری نیست، یکی مونده به آخریه. میبینید دمیجش اندازه اون آرموری که بهتون گفتم، بیلد دمیج عین اون میمونه دمیجش و همون قد بالاه. یه ریج بزنیم. تمام، خیلی زود تموم شد، از همیشه زودتر تموم شد.
و این بیلد یه بیلد خیلی قدرتمنده و بهتون خیلی پیشنهادش میکنم، ولی از این قدرتمندترم هست. اگه میخوای بدونی که چه بیلدی از این بیلدی که الان بهتون گفتم قوی تره، ویدیوی بعدی فراموشتون نشه. پس حتما سابو بزن، زنگولرم فعال کن که ویدیوی بعدی رو که گذاشتم مطلع بشی که قوی ترین بیلد بازی رو تو پارت بعدی قرار بهت بگم. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشت نشه، زنگولرم بزن و تا یه ویدیو دیگه فعلا خدافظ.